سلام دوستا و بیننده های عزیز یوتیوب چینل تیک تیوب. احمد وارث خوشمند هستم و به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدین. در ویدیو امروزی دوستا برای شما میخوایم که یک ترفند را با داخل موبایل هایتان براتون آموزش بدم که اگر شما در داخل موبایلتان میخواین که از اینترنت موبایلتان استفاده بکنین ولی کس دیگه نمیخواین براتون مزاحمت بکنه یا هم نمیخواین که کدام تماس را از طرف نفر دیگه دریافت بکنین، پس در این ویدیو امروزی ما برای شما میخوایم که یک کد را به معرفی بگیرم که توسط از این کد شما میتونین که همین کار را به داخل موبایل هایتان انجام بدین. خب فقط کافی است که شما برین و صفحه کلید موبایل آیفونتان را باز بکنین. کد را که براتون میگم بسیار دقت بکنین به خاطر از اینکه اشتباه واردش نکنین. فقط کافی است نوشته بکنین ستاره 21 و بعد تعقیبش بازم نوشته میکنین ستاره. شما از امو سیم کارت و یا هم شماره را که استفاده میکنین امو کد ساحوی و یا هم ایریا کد که برش میگن امو کد را شما باید در این قسمت وارد بسازین. به طور مثال من فعلا در داخل افغانستان هستم، از سیم کارت سالات استفاده میکنم و کد که مربوط موبایل ما میشه 0782 است. اگر شما از هر موبایل دیگه استفاده میکنین، از سیم کارت روشن استفاده میکنین، سیم کارت افغان بی سیم استفاده میکنین یا هم در داخل ایران هستین از ایرانتل استفاده میکنین، از همراه اول استفاده میکنین، از هر سیم کارتی که استفاده میکنین فرق نمیکنه. فقط کافی است که بعد از وارد کردن ستاره 21 ستاره امو کد ساحوی را شما وارد بکنین. اینه که وقت وارد کردین بعدش هم به تعقیب شما 7 دانه صفر اضافه میکنین. 1 2 3 4 5 6 7. اینم زمانی که اضافه کردم به تعقیبش میام و علامت نمبر را اضافه میکنم و میرم و روی گزینه دایل کلیک میکنم. این کارا که انجام بدیم دیده میتونین که ستینگ ها بر ما همشان در این قسمت میگن که فعال شده. زمانی که بیایم روی دیسمس کلیک بکنم نوتیفیکیشن را وقتی که باز بکنیم ببینین در پالوی علامه وای فای یک دکمه تماس و یا هم به حالت کال فورواردینگ که برش میگن او فعال شده. حالا اگر من برم از یک موبایل دیگه به این موبایل خود به تماس شوم، من میتونم که از اینترنت موبایل خودم استفاده بکنم، هیچ مشکل نداره. شما دیده میتونین که موبایل من هم آنتن هم داره و دیتای اینترنتشون فعال شده. اگر من خواسته باشم از اینترنتشون میتونم که استفاده بکنم. اما اگر امروز با یک موبایل دیگه ما میخوایم که به همین موبایل خود به تماس شوم، شماره وقتی که وارد میکنم میرم روی گزینه کال کلیک میکنم. ببینین شماره را که شما دایل نموده اید در سیستم موجود نمی باشد. لطفاً شماره را دوباره دایل نمایید. کمش میرسید؟ امر رقمی که میبینین اصلا با موبایل ما زنگ نمیخوره، در حالت که موبایل ما هم روشن است، از اینترنت شما فعلا میتونم که استفاده بکنم و همه چیز نرمال است. ولی فقط ما موبایل را طور تنظیم کردیم که موبایل ما آنتن هم داشته باشه ولی کسی نتونه که به شماره موبایل ما به تماس شوه. اگر خواسته باشم که از این حالت دوباره پس بیرونش بسازم و به حالت نرمال تبدیلش بکنم، دوباره باز میرم صفحه کلید را باز میکنم، نوشته میکنم علامت نمبر، نوشته میکنم 21 باز هم علامت نمبر و میرم و روی گزینه اوکی کلیک میکنم. ببینین همه ستینگ های ما دوباره پس دی اکتیو میشن و غیر فعال میشن. میام روی گزینه دیسمس کلیک میکنم. از این قسمت بالا هم میبینین که امو آپشن دوباره پس از بین میره. ولی اگر من فعلا میایم و با موبایل خود با تماس میشم، دوباره پس میایم و با موبایل خود زنگ میزنیم، میبینیم که آیا دوباره پس فعال شده یا هم خیر. تماس میگیریم. اول دوباره پس با موبایل به تماس میشیم، میبینیم که آیا موبایل ما دوباره پس فعال شده یا هم خیر. امیر رقمی که شما دوستا تماشا میکنین با موبایل ما زنگ آمده و ما میتونم که عالم با این موبایل به تماس شو و دوباره پس همو آپشن خیر فعال شده. به همین روش بسیار ساده و آسان شما میتونستین که کار انجام بدین در داخل موبایل هایتون. فقط کافی بود که همو کد را که ما برای شما در قدم اول گفتم همو کد را وارد بکنین و شما میتونستین که این کار را به داخل موبایل هایتون هم انجام بدین. اگر کدام مشکل و یا هم کدام سوال می داشته باشین در مورد از ویدیو حتما در بخش کامنت ها بر ما نوشته بکنین. کامنتتون هم حتما براتون جواب میدیم و اگر مشکلی می داشته باشین حتما مشکلتون را در بخش کامنت ها براتون حل میسازیم. بود از ویدیو امروزی ما ازتون دعوت میکنم که به یوتیوب چنل ما سر بزنین و ویدیوهای تکنیکی و ترفندهای دیگه را که به داخل چنل ما اپلود کردیم اونها رو تماشا بکنین و لذت ببرین. با زودی با ویدیوهای جدید ما میبینیمتون. فعلا وقتتون خوش. Wow.